اومدید به ولاگ خرید موتور. اینجا ما منتظر آقای فروشنده بودیم سر میدون احمدآباد. اینجا رفتن موتور رو چک کنن ببینن اوکی هست نیست. و اینجا هم احسان خیلی عصبی و ناراحت بود چون کارامون روال نشده بود و منم تو گرمای طاقت فرسا صورتم قرمز شده بود قشنگ. به خاطر اینکه کارمون حل نشد مجبور شدیم برگردیم شاهینشهر و دوباره بیایم اصفهان. اینجا هم موتورش رو تحویل گرفته بود و دیگه خوشحال بود و داشتم بهش میگفتم که چه حسی داری از این بود. چه حسی داری؟ احساس خوشحالی میکنی؟ آقا مزاحم نشون. مزاحم نشون. مراهمی. برو دیگه خونه مزاحم. کجا؟ خونه. اینجا هم رفت 2 تا لیموناد خنک برامون گرفت و چند تا آدامس شیک به عنوان شیرینی موتورش.